مشاور داشته باشیم یا نه؟ ببینید بستگی به دانش آموزمون داره. دانش آموزمون خب ما انواع مختلفی از دانش آموزا رو داریم با تایپ‌های شخصیتی مختلف، سطوح درسی مختلف. دانش آموزی که صفر نه قویه و قطعا جوابم بله هست، چون سبک و بسیار سطح سختی کنکور دیگه متفاوت شده. مثل گذشته نیست که یه آزمونی باشه با 3 ساعت تایم و بری و حالا شرکت کنی حالا نتیجه معلوم بشه. نه الان دیگه اونجوری نیست. نزدیک 20 تا 30 تا فقط امتحانات تشریحی نهایی اضافه شده. از اونور بحث مدرسه هست، تکالیف اساتید، امتحانات مدرسه، خود کنکور چند مرحله شده و تمامی این تغییرات در کنار اینکه سخت شدن مفاهیم، یعنی سخت شدن سطح سوالات کنکور، به این روی کرد که بخوام برم بیشتر سمت مفاهیم، همش نتیجهش این میشه که کار دانش آموز سخت‌تر میشه و دیگه عملا جایی برای آزمون و خطا برای ما باقی نمیذاره. مخصوصا اینکه خب اکثر بچه‌ها هدفایی که دارن معمولا رشته‌های تاپ، مخصوصا تو رشته تجربی، دوستان رشته‌های پزشکی، دندون، دارو اینا قبول شن و که خیلی اهداف ارزشمندی، همون قدری که هدف ارزشمندیه، درآمد بالا، دیسیپلین اجتماعی بالا و همه این موارد شامل میشه، همون قدم نیاز به فداکاری زیاد و تلاش زیاد در جهت درست داره. چرا روی این در جهت درست تاکید میکنم؟ چون یکی از عواملی که میتونه این جهت درست رو به ما نشون بده، میتونن حالا چه مشاور چه دبیر و کلا این عوامل و اون ابزارهای کمکی باشن که میتونن به دانش آموز اون کمک‌های لازم رو بکنن. جدای از اون بحث، خب یکی از اصلی ترین ارکانی که یک دانش آموز میتونه باشون به موفقیت برسه، داشتن یک برنامه مناسبه، برنامه‌ای که اولویت بندی‌های درستی توش اعمال شده باشه، تنوع مطالعاتی توش رعایت شده باشه، شناور بودن تایم مطالعاتی توش رعایت شده باشه. یه طوری که چرا میگم شناور بودن، خیلی حتما برام پیش اومده آقا ما برنامه‌ریزی می‌کنیم 8 صبح فردا بلند شیم شروع کنیم روند مطالعه‌مون رو آغاز کردن حرفه‌ای. به هر دلیلی یه کاری پیش میاد، اتفاقی پیش میاد، ما 8 از بلند میشیم. 99 که نه، شاید حتی بعضا 100% بچه‌ها دچار اون افت روحیه و اون افت کیفیت مطالعاتی میشن و حتی بعضا نیم ساعت یک ساعت بعد از اونم از دست میدن، کل اون باکس مطالعاتی از دست میدن. چرا؟ چون نیم ساعت اولش از دست رفته. داشتن یک برنامه استانداردی که تایم های شناور داشته باشه، یه طوری که شما اگر نیم ساعت اول از دست دادی، باقی تایم بتونی قابلیت جبران داشته باشه و اون باکس رو بتونی جبران کنی، یا کلا اتفاقات غیر منتظره که در طول روز برامون اتفاق میفته تا منجر بشه ما نتونیم برنامه‌مون رو 100% با بازدهی کامل اجرا کنیم. و این چیزی که راجع به همه دانش آموزا، چه قوی چه ضعیف، چه ساعت مطالعاتی بالا، چه اصلا کسی که خیلی درس نمی‌خونه، برای هممون پیش میاد که نمیتونیم اون برنامه‌مون 100% رو به صورت عالی اجرا کنیم. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که آقا ما باید بدون اینکه دچار ناامیدی بشیم به فکر جبران کردنش باشیم، که داشتن یک برنامه استاندارد میتونه جبران کردن رو برای ما تسهیلش بکنه.